بیا پسر اینجا رو انگوش بزن. انگوش بزنم؟ آره انگوش بزن. سرکار استواره نمیشه که. چه خبره؟ شما میگین انگوش نزن، سرگروبان میگه انگوش بزن. خب آدم چیکار بکنه؟ بزنه نزنه؟ پسر من گفتم انگوش به چشم کسی نزن. تو زیر این ورقه رو یا باید امضا کنی یا انگوش بزنی دیگه. انگوش نمیزنم، امضا میکنم. امضا بلدی؟ ما 6 روز میرم اکابر. این دفعه سوم داریم ازش تعهد میگیریم. ما شنیده بودیم مردم واسه کدو حلوایی و گوجه فرنگی و خرمالو و دنبه و اینجور چیزا دکون واز میکنن سرکار. اما رو اسم لیلا دیگه نشنیده بودیم. اون خاطر لیلا رو میخواد، غیرتش به اصطلاح قبول نمیکنه که. خلاصه اگه شما رضایت ندی ما همینجا نگهش میداریم. هنوز امضا تموم نشده. نقطه هاش مونده. کو داره میکنه. چی؟ سمت که نقطه نداره. سمت آقا نقطه داره. یکی نقطه داره. نه 2 تا نقطه داره. آقاش کوچیک شده. با آقای خودتون ببخشید. موش نکنی. سمت آقا جا خودش متشکره. آره. در گروبان ولش کن بره. ولش کن بره سرکار. ولم کن برم. هرچی شما این سرکار. بله این دفعه هم شانس آوردی که آقا رضایت داد. بچه دیگه نزنی به چش کسی ها. تو هم دیگه تحصیف لیلا نخونی. ساکت. تعهد ازش گرفتی سر گروبان. هرچی شما این سرکار. بله سرکار. برو دیگه. خواستم بزنم با اون یکی چششا. دوباره دیگه.